وقتی معدودین مراسم قرعه کشی جام جهانی 1978 وظیفه‌شون رو انجام دادن، ایستگاه‌های رادیویی پرو یه جوری نام ایران رو تلفظ می‌کردن که انگار دارن یه اسکیمو رو قانع می‌کنن ازشون یخچال بخره. هنوز مجله جوانان تو ایران هر از گاهی پوستر کرایوف رو چاپ می‌کرد و حالا قرار بود در دنیای واقعی مقابل این غول هلندی اما کاتالانی بازی کنه. این وسط حال اسکاتلندیا خوب بود. اونا بهترین تیم تاریخشون رو با آرچی گمیل و جو جردن داشتن و مدام میگفتن 3 امتیاز بازی با ایران مال ماست. تیم مهاجرانی که تجربه بازی با پاریس سن ژرمن و تیم‌های بزرگ تو مادرید رو داشت، کمی ترسو به نظر می‌رسید و این ترس در تضاد با قدرت عجیب ما بود. ما اونقدر قوی بودیم که در مرحله اول مقدماتی اون سال سوریه جلومون حاضر نشد و با تیم دوممون عربستان رو تو شیراز بردیم. چون برای رفتن به آزادی باید خیلی بزرگ می‌بودی وگرنه بازی مقابل ایران در شهرستان‌ها برگزار می‌شد. به هر حال دور بعدی در گروهی 5 تیمه با کره جنوبی، کویت، هنگ کنگ و استرالیا 6 بازی از 8 بازیمون رو بردیم. گل غفور جهانی مترادف با صعود به جام جهانی بود و ایران در حضور امثال پروین، مرحوم حجازی، روشن و خیلیای دیگه به عنوان قهرمان گروه و تنها نماینده آسیا و اقیانوسیه به جام جهانی رفت. کاری که الان نه فقط برای ما بلکه برای سایر قدرت‌های آسیا هم کار خیلی بزرگیه. تو جام جهانی ترس برادر مرگ بود. خطاهای پرتعداد درون و بیرون محوطه جریمه در اولین بازی گروه چهارم، 2 پنالتی گل شده رو برای رنسن برینک در پی داشت و هتریک این ستاره برتری 3-0 هلند رو برد. گل به خودی آندرانیک اسکندریان در دقیقه 43 بازی با اسکاتلند همه رو تا مرز خاموش کردن تلویزیون پیش برد، اما ایرج دانیفر با زدن اولین گل تاریخ ایران در جام‌های جهانی باعث شد سالها بعد جو جردن توی مصاحبه از اصطلاح ایران پدر ما رو در آورد استفاده کنه. شکست 4-1 مقابل پرو که با تئوفیلیو کوبیلاس بهترین حضورش در جام جهانی رو تجربه می‌کرد قابل پیش بینی بود. و توی دروازه میزنه دومین گل تیم ملی فوتبال پرو هم در دقیقه 36 روی ضربه پنالتی که کوبیلاس میزنه. حشمت مهاجرانی در کنار زمین مشغول صحبت و پرداخت بودن با تیم حشمت مهاجرانی از میانه آشوب‌های سیاسی آرژانتین به وسط قیام‌های انقلابی تهران برمیگشت. با همون یه امتیاز معروف که باعث حذف طلایی ترین تیم اسکاتلند در جام‌های جهانی شد. دلیلی برای سرشکستگی نبود. سر اون تیم طلایی هنوز بالای بالاست. اما سال 98 دوست داشتنی ترین تیم تاریخ فوتبال ایران به عنوان تیم 32 بلیت فرانسه رو گرفت. اون روزا همه انقدر خوشحال بودیم که کسی براش مهم نبود تو چه گروهی قرار بگیریم. انگار اون موقع همه واقع گراتر از الان بود. آلمان، یوگسلاوی و آمریکا. یک گروه سخت و به شدت سیاسی. قرار گرفتن کنار آمریکا توجه همه رو به گروه 6 معطوف کرد. آلمان هم با عنوان پرطمطراق قهرمان اروپا به فرانسه می اومد با اسکلتی از دورتموند و شالکه قهرمان‌های جام باشگاه‌های اروپا و جام یوفای 97 و البته بایرن قهرمان یوفای 96. هرچند پیرمردهایی که برتی فوکس به جام جهانی 98 برد صلابت همیشگی آلمان رو نداشتن، اما برای ما که تا اون روز با هیچ تیم درجه یکی بازی نکرده بودیم هیولاهای بزرگی بودن. فرصت برای زدن شوت، یه ضربه از راه دور و آندریا توپکه هنوز هم هست. حالا برای مهدوی کیا میتونه ضربه رو بزنه. مهدوی کیا توپکه از دروازه خارج شده. یه فرصت برای آلمان و توی دروازه آلیور بیرهوف. یوگسلاوی هم به اندازه آلمان ترسناک بود. تیمی با ولادیمیر یوگوویچ، دژان ساویچویچ، پردراک میاتوویچ، دراگان استویکوویچ و البته سینیشا میهایلوویچ. سوپر استارایی که عشق فوتبالا پوستراشون رو به در و دیوار می‌زدن و مشخص بود که همگروه شدن با اونها اصلاً اتفاق خوبی نبود. اون روزا کسی تو ایران نگران نبود. همه میدونستن که قرار نیست تو جام جهانی کار خاصی انجام بدیم و همین که بعد از 2 دهه تو این مسابقات حضور داشتیم برامون افتخار بود.
عجیب و تأمل برانگیزتر این که با این تفکر یه برد تاریخی تو استادیوم ژرلان جلوی آمریکا، اشک‌های فراموش نشدنی استیلی، نوک‌پای موشک آسیا و صد البته پروازهای عقاب یه برد تاریخی به دست اومد. کسی یادش نمیاد قبل از قرعه کشی و مسابقات گفته باشه کاش با تیمای ضعیف همگروه بشیم. اون روزا فوتبال یه شکل دیگه. سال 2006 پرتغال و مکزیک ضعیف‌ترین تیم‌های سید 1 و 2 بودن که ما باهاشون همگروه شدیم. آنگولا هم نه تنها ضعیف‌ترین تیم سید 3 بود، بلکه یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های اون مسابقات هم بود. مهدی مهدوی کیا سانتور روی دروازه، سهراب و توی دروازه سهراب بختیاری‌زاده حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه. فیگو والنته حرکت کرده، خود فیگو خطرناک هست. دکو هرچند پرتغال تا نیمه نهایی اون مسابقات بالا رفت و مکزیک هم در دور اول حذفی بد جوری یقه آرژانتین رو گرفت، اما قبل از شروع مسابقات بین همه تیم‌های گلدون خودشون ضعیف‌تر به نظر می‌رسیدن. شوط پایانه مسابقه بهتون 1-1 مساوی میشن. ما در نهایت اون جام پرحاشیه رو با یه امتیاز، 2 گل زده، 6 گل خورده و رتبه آخر جدول رده‌بندی گروه تموم کردیم. چیزی که قبل از جام هم میشد پیش بینی کرد. وقتی قرعه کشی و مسابقات انجام شد و اسم مثلا آنگولا کنار اسم ایران قرار گرفت، خیلی ها امیدوار شدن که خاطرات بی‌نهایت خوب سال 98 رو تکرار کنیم، اما نشد تا ما مثل سال 78 تیم آخر گروه بشیم.